47 سال پیش تاریخ ایران در یک شب، در حالی که خیابونها پر از شعار و فریاد بودند، پرچمها عوض شدند و کشوری که در حال صنعتی شدن بود مسیر کاملا متفاوتی رو در پیش گرفت که در برابر باعث منحل شدن حکومت پهلوی و روی کار آمدن یک نظام دیگه ای شد. اما در این میان اگه اون حادثه رخ نمیداد چی میشد؟ آیا میتونستیم یک کشور پیشرفته با آسمان خراشای بی پایان امروز شاهد باشیم یا خیر؟ برای درک درست‌تر از این فرضیه بیایید بریم به دنیای فرضی ایران بدون انقلاب که در اون در دهه 50 خورشیدی یکی از سریع‌ترین رشدهای مالی جهان رو تجربه می‌کرد و از یک سو پروژه‌های نفتی، کارخانه‌ها و تجارت‌های بزرگ با دنیا باعث شده بود در تهران برج‌ها یکی یکی سر از زمین در بیاورند و مردم بخش متوسط تازه داشتن طعم رفاه و مصرف‌گرایی رو می‌چشیدند. اما با این همه در کنار این درخشش نارضایتی هایی هم وجود داشت، از جمله اختلافات طبقاتی، فشار سیاسی و اجتماعی. حالا فرض کنیم که اون نارضایتی ها با اصلاحات تدریجی مهار می شد، نه با یک فروپاشی که در اون شاه و اطرافیانش تصمیم می گرفتن آزادی های مدنی رو گسترش بدن و فضای سیاسی رو کمی باز کنن، چون در این صورت می تونست نظام شاهنشاهی ایران در برابر فشارهای مردمی دووم بیاره و در سال 57 می تونست دوران تازه‌ای از نوسازی ادامه پیدا کنه، به طوری که تا سال 65 ایران می تونست به یکی از سه کشور بزرگ آسیا تبدیل بشه که در اون میتونست با درآمد نفتی صرف سرمایه گذاری در تکنولوژی و آموزش دانشگاه‌های بسیار بزرگتری از دانشگاه آریامهر بسازه و به یکی از مراکز مطالعاتی در جهان تبدیل بشه. به جز این همچنین صنایع سنگین در اصفهان، پتروشیمی در عسلویه باعث شکلگیری بخش فناوری در تهران می شدن که در اون ایران میتونست به ژاپن خاورمیانه بدل بشه. بله، اینها تنها بخشی از فرضیه های تخیلی هست که در اون اگه نظام پهلوی منحل نمیشد میتونست با چنین فرضیه های ایران رو به یکی از مراکز مهم دنیا تبدیل کنه. البته این رو در ابتدای صحبتامون باید در نظر بگیریم که هدف ما در این ویدیو تنها پرداختن به فرضیات مهم این نظریه هست و ما بدون هیچ جبهه‌گیری خاصی در نظر خواهیم داشت تا به بهترین شکل ممکن شما رو از این تئوری آگاه کنیم. پس در ادامه همراه ما باشید تا به این سوال مهم که ذهن همه ایرانیان رو درگیر خودش کرده پاسخ بدهیم که در اون ایران میتونست به یکی از کشورهای ابرسیاسی دنیا تبدیل بشه. پس تا پایان همراه ما باشید. در یک فرضیه خیالی اگه فرض کنیم که حکومت پهلوی هنوز سر جاش بود، آیا میتونست ایران در حال حاضر تبدیل به یک گول جهانی بشه یا شاید هم مشکلات دیگه‌ای در حال حاضر در حال رخ دادن بود؟ در جواب این سوال ابتدا باید بگیم که ایران تحت کنترل نظام پهلوی به دلیل داشتن تجهیزات نظامی مهم از جمله فناوری‌های بروز دنیا میتونست به یکی از مراکز مهم نظامی در آسیا و حتی دنیا تبدیل بشه که در اون به هیچ وجه نمیتونست هیچ تنشی در اطراف مرزهای ایران رخ بده که این کار میتونست کمک بسیار مهمی به صنعتی شدن و پیشرفت صنایع و بخش مالی ایران کمک بزرگی کنه، به طوری که با ادامه یافتن این کار در دهه 60 عصر دیجیتال در ایران میتونست باعث توسعه شرکت‌های ایرانی در زمینه کامپیوتر، مخابرات و هوافضا بشه و همین نیز باعث میشد ایران اولین کشور منطقه بشه که ماهواره‌ای به مدار زمین میفرسته. اما با این وجود سوال اینجاست آیا این همه پیشرفت بدون خطر بود؟ چون در این دنیای بدون منحل شدن پهلوی این حکومت هنوز نظامی متمرکز بر پایه پادشاهی بود و با این همه سیاست در دست عده‌ای محدود میشد. به همین خاطر هم با وجود پیشرفت‌های بسیاری از مردم حس می‌کردند که صداشون شنیده نمیشه یا شاید آزادی بیان هنوز محدود بود، چرا که شاید رسانه‌ها تنها تصویر درخشان پایتخت رو نشون میدادن در حالی که دیگر بخش‌های هنوز محروم و نارضایتی‌ها در حال جوشیدن بود که همین باعث میشد در این بخش ایران فرضی با انتخابی بزرگ روبرو بشه، از جمله اینکه به مسیر اصلاح و دموکراسی میرفت یا به سمت کنترل یا سانسور بیشتر.
با این حال ایران فرضی به جز این خطرات تا دهه 2000 میلادی تبدیل به کشور مهمی در خاورمیانه میشد. از پایگاه‌های نظامیش از خلیج فارس تا مدیترانه فعال بودند و سازمان ملل ایران رو با همچین توسعه‌ها به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت در نظر می‌گرفت و به همین خاطر فرودگاه بین‌المللی تهران یکی از مهمترین مراکز فرودگاه‌های جهان میشد. در این جهان حتی ایران با آمریکا و چین رقابت رو در رو داشت. نه در سایه اونها بلکه فیلمسازان ایرانی در فیلم‌های جهانی و برندهای اروپایی در صدر اخبار بودند و همین نیز باعث تبدیل شدن پاسپورت ایرانی به یکی از با ارزش‌ترین ها در دنیا میشد. حتی زبان فارسی به یکی از زبانهای پرنفوذ در فضای مجازی تبدیل میشد و شبکه‌های اجتماعی داخلی رقیب رو در روی پلتفرم‌های جهانی بودند و مردم ایران به شهروندهای جهانی تبدیل میشدند. اما با این همه پیشرفت‌ها یکی از تئوری‌های خطرناک درباره این پیشرفت‌ها آینده دولبه برای مردم ایران بود، چون هیچ پیشرفتی بدون هزینه نیست. اونم به همین خاطر که در این دنیای فرضی فشارهای اجتماعی و اختلافات شدید میان مردم حتما خودشون رو نشون میداد. اونم به همین دلیل که تکنولوژی و رفاه بالا همیشه به معنای رضایت مردم نیست. و از این رو شاید نسل جدید خواستار آزادی‌های بیشتری می‌شدند و شاید اعتراضات مهمی به جای خیابونی شکل می‌گرفت و یا هم اینکه شاید به جای انقلاب 57 ایران فرضی شورش سایبری سال 1405 رو تجربه می‌کرد. پس با این همه تاریخ پر از اگرهای بیشتره، یعنی اگه یه تصمیم عوض میشد شاید کل آینده ما دگرگون میشد و شاید امروزه در جهانی زندگی میکردیم که ایران یکی از مراکز مهم جهان به حساب میومد. اما چیزی که عوض نمیشد روح ایرانی بود، همون روحی که همیشه دنبال ساختن، تجربه کردن و دوباره برخاستنه. پس شاید مهم نیست که کدوم تاریخ واقعیه، اما مهم اینه که از هر سناریویی درس بگیریم برای ساختن آینده‌ای بهتر، چون حتی اگه گذشته عوض کردنش سخت باشه آینده هنوز نوشته نشده. پس نباید به هیچ عنوان به این موضوعات اشاره کنیم که اگر تصمیمی متفاوت گرفته میشد، اگر حادثه‌ای رخ نمیداد یا اگر کسی کمی زودتر یا دیرتر واکنش نشون میداد آینده ایران الان چه شکلی بود. اما چیزی که مشخصه دنیا شکل کاملا دیگه ای داشت که در اون حتی ورزش ایران به یکی از محبوب ترین شاخه های سرگرمی برای مردم ایران میتونست از کشورهای عربی هم جلوتر بزنه. اما در اون بدون شک تیم‌هایی مثل پرسپولیس یا سپاهان میتونستن به دلیل داشتن بودجه‌های دولتی و حتی فراتر بازیکنان نامداری رو مثل تیم‌های عربستانی و امارات به خدمت بگیرن و همین نیز باعث میشد ورزش ایران همانند دوره‌های پهلوی پیشرفت‌های بسیاری رو تجربه کنه. حتی به جز تیم‌های باشگاهی، تیم ملی ایران میتونست با ساختارهای درست و اصولی تا رده‌های بزرگتر جهان از جمله جام جهانی درخشش‌های بسیار خوبی رو تجربه کنه که در اون هیچ یک از بازیکنان به خاطر سیاست یا تجربه‌های دیگه از تیم ملی کنار گذاشته نمی‌شدن و از این رو در رأس این حوادث افرادی همچون علی دایی میتونستن به دلیل تجربیات بالا شالکه فدراسیون فوتبال رو تحویل بگیرن و ساختارش رو دگرگون کنن. پس در پایان این تنها با اینکه یک فرضیه است، اما در دنیای موازی با آینده‌ای متفاوت چیزی در تمام این دنیا ثابته: میل ایرانی برای ساختن، برای رشد و برای بهتر شدن، اونم در دنیای مجازی یا چه در جهانهای موازی، چون این خواسته جاودانه است که ایران رو زنده نگه داشته و شاید حکومت‌ها میان و میرن، اما آنچه که میمونه ایده ایران بهتره و شاید این بزرگترین توان هر ایرانی باشه. Thank you.